خدمت دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو در مورد ساخت یک تامنیل و کاور با اینشات هستش که بسیار کلیکگیر باشه برای مثلا اینستا یا یوتیوب، بسیار عالی باشه. خب اول ما داخل برنامه اینشات رو نصب کردیم، باز میکنیم برنامه اینشات رو. از قسمت وسط که نوشته شده عکس که داخل انگلیسی هم اگه ماشین نوشته شده فوتو، داخلش میرید. اگر عکسی نداشتید که من عکس داخل چنل تلگراممون قرار میدم که همین زیر هست نوشته شده لینکش و میتونید برید داخلش و عضو بشید. عکس رو من قرار میدم، روی نیو کلیک میکنید، یک عکس رو انتخاب میکنید، همون عکس یا عکس دیگه یا پس زمینه دیگه که خواستید انتخاب کنید. من اون عکسی که براتون قرار میدم این هستش که از قبل دارمش. خب این عکس رو وقتی باز کردیم، جزئیاتش این بومی که داره، بوم یا کنواس، این بومی که داره برای پست اینستاگرام هستش. میبینید که همه نوع داره، مثلا برای ریز اینستاگرام، برای یوتیوب و غیره، و پست اینستاگرام و پست و همه. خب الان من رو حالت پست اینستاگرام اینو انجام میدم. هر چی خواستید خودتون میتونید بذارید، مثلا روی یوتیوب یا همون اینستا. خب اوکی، اول میام یه متن برای خودمون مینویسیم که یه تست یا یه دونه متن باز میکنیم که از نوار پایین میشه انتخاب کردش. اینجا اصلا این متن دلخواهمون رو ربطی به اون کاور اون فیلم داره مینویسیم. الان من مثلا مینویسم ساخت کاور. میایم رنگش رو من حالا سفید میذارم، میتونید هر رنگی بذارید. بعدش از قسمت همون رنگ که انتخاب میکنید، یه قسمت داره حاشیه که برای من حاشیه نوشته شده، برای من بوردر نوشته شده، ولی کسی که فارسی هستن حاشیه نوشته شده. قسمت بوردر انتخاب میکنیم. رنگ هایی که داره خودتون هم دارید میبینید، قرمز و سیاه مد نظر من هست، اینو انتخاب میکنیم. ساخت کاور مثلا با اینشات رنگش رو حالا دوباره هر رنگی خواستید، من نسبت به دور طلای رنگ انتخاب میکنم و رنگ طلای انتخاب میکنم با همون حاشیه سیاه. لا حاشیه‌اش رو میذاریم، ببینیم چه رنگی خوب میشه. رنگ همون سیاه بهتره، پیشنهاد من سیاه. اینم بزرگ میکنیم. خب من از یه فونت هایی هم استفاده میکنم که فونت های بسیار خوبی هستن برای ساخت کاور و اون هم داخل تلگراممون قرار میدم و حتما داخل تلگرام عضو بشید، هم از ویدیوها با خبر میشید، هم از تلگرام. خب این فونت هایی که من مثلا فرستم، یکیشو دانلود میکنید، ذخیره میکنید. من فونت ITRBD استفاده میکنم. برای دانلود فونت داخل اینشات، قسمت کنار و سه گزینه کنار که ببینید بالا تنظیمات عکس دانلود هست، رو اون کلیک میکنید، میرید داخل فایلات، برید داخل فایل. خب من اینجا الان میرید داخل پوشه تلگرامتون. من در بیام، بله اینجا میرید داخل پوشه تلگرامتون از اینجا و رو اون فایلی که دانلود کردید، یا میتونید از قسمت جستجو فرمتش رو جستجو کنید، میزنید TTF که من تنها لینک هم تنها فونت هم همینه، انتخاب میکنیم و اینجا اضافه میشه و من دارمش درست میکنم.
بعدی بخوام کار بعدی که انجام بدیم استفاده از استیکر هست. از قسمت گالری که بغل هستش یک عکس فرالای مثلا من اینو انتخاب میکنم. بخواید پس زمینش حذف کنید یه به علاوه هست یه دونه عکس حالت بک‌گراند که داره حذف میکنه. رو عکس بک‌گراند میزنید دومین گزینه عکس اون فرد رو انتخاب میکنه که میبینید الان داره پشت زمینش رو حذف میکنه. میخواد حتی میتونید مثلا اون قسمت صورتی که میخواد بذارید، همون قسمت که حالا من دایره شکل رو میذارم اون کنار اینجا. خب بعدش این کار رو که انجام دادیم میایم یه عکس مرتبط با اون کارمون، حالا اینشا ساخت اینشات هستش، عکس اینشات میذارم چون من ندارم. خواستید عکس اینشات هم دانلود کنید بگید برید داخل گوگل و بنویسید عکس آیکون یا هر چیز اینشات مثلا، یا عکس مثلا پول. من از تلگرام مثلا استفاده میکنم، برعکس میکنم میذارمش اینجا. خب همینجور که میبینید یه کاور بسیار خوب و چیز. حالا متنی که میخواد هر جور بنویسید که واب میل خودتون باشه. مثلا من مینویسم کاور کلیک. حالا هر جور که خواستید متن رو مینویسید، عکس هم حالا میذارید. میتونید یه عکس گوشی هم اضافه کنید، حالا هر عکسی که هست. بس یه مرور انجام بده. اول میایم بوممون رو انتخاب میکنیم یا کنوا که حالا بوم اینستا داره، یوتیوب داره، حالا هر چیزی که خودتون خواست. بعد میایم از قسمت متن خودمون رو مینویسیم، در جایگاه قرار میدیم و بهتونم فونت ها رو گفتم کجا میفرستم. تقریبا 10 تا فونت هست، 10 به بالا فونت هستش که براتون میفرستم، داخل کانال تلگرام قرار میدم. بعدش از قسمت بعد استیکر هستش. استیکر هم بر انتخاب عکس ها هستش که بهتون توضیح دادم. حتما این ویدیو رو 2-3 بار ببینید تا کامل همه چیزشون دستت بیاد و بفهمید همه قسمت ها رو که چجوری یه کاور بسازید. که همین کاور تقریبا 200,000-300,000 قیمتش هست، همین یه دونه که تو چند دقیقه ساخته میشه. الان من بخوام یه سرعتی انجام بدم یه کاور همینجوری بسازم، میریم که الان یه دونه بسازیم که توی 2-3 دقیقه میشه ساخت. خب پس من الان صدا رو قطع میکنم، میرم و میام. خب همینطور که میبینید کاور بسیار ساده و کلیکی ساختیم. حالا من جای اینو تغییر میدم جا بهتر به این راحتی. حالا برای اینکه واقعی در بیاد اینا باید کوچیکتر میتونید بکنیدش کنار گوش بزن. خب اگر تا از این ویدیو خوشتون اومد حتما دنبال کنید کانالمون رو، ویدیو هم لایک بکنید و داخل چنل تلگراممون هم بشید. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.